تک میری. سلام دوستان عزیز و دوست داشتنی، انشالله که در هر کجای دنیا هستید همیشه خوب و سلامت اوکی باشید. اوکی. دوستان این یک ویدیویی هست که تقریبا یک ماه یا یک ماه و نیم میشه این ویدیو رو گرفته بودم که متاسفانه این ویدیو پر از نجات پرستی بود. من واقعا متاسفم واسه اون آدمایی که نجات پرستی میکنن، بین ایرانی و افغانستانی فرق میذارن، انسانیت ندارن. وقتی که یک کشوری همزبان شما هست نباید واقعا همچین رفتار کنی، باید همیشه دوست باشیم و همیشه پایبند باشیم و هیچ موقع نجات پرستی نکنیم. که بعد از اینم بگم که دوستان من شرمنده مایکم هستم که متاسفانه وقتی که ریکورد بودم اون مایکو یادم رفته بود که باز کنم که حتی صدای خودم هم بیاد. برای اینم متاسفم، ولی خدایش خودتونم ببینید. این دوست من که هست کنارم هست اینم ایرانی هست، ولی خب اینم کم نذاشت، اینم فوش که میداد. منم بازم متاسفم بابت این، ولی اون Welcome to خیلی داشت PUBG فوش Mobile. میداد تو لابی که کلا اصلا لابی رو داغون کرده بود از فوش دادنا. دوستان واقعا نجات پرستی نکنید. من اصلا نه ادعای روم دارم نه میگم پلیر خوبی هستم، من یه بات هستم Team و match. هیچ Let's go. موقع نجات پرستی نکردم و ادعای پرو پلیری هم ندارم. بچه ها این ویدیو کاملا خوب نگاه کنید. واقعا اگه آدم یکم شخصیت و فرهنگ داشته باشه هیچ موقع فوش نمیده الکی. حالا تو میای تو بازی Marked a یه دست location. دو دست بازی میکنی این که سرگرم میشی، ولی نیومد اینجا بیای فقط فوش بدی و نجات پرستی کنی و واقعا Marked a location. کلا باعث ناراحتی خیلی هم بشی. خب دیگه از این بیشتر نمیتونم حرف اسیک بزنم. بابا اسکو. خودتون گوش کنید خوب، Marked a ببین چقدر location. نجات پرستی میکنه، چقدر فوش میده، چقدر بد و بیراه میگه. ولی خلاصه من بلوچ هستم. بات سگ افغانی. من کلا در کل شو بابا. اصلا بین ایرانی و افغانستانی هیچ کدومش فرق نمیدم، یکی Marked a هستن و location. واقعا هم دوستشون دارم. فقط نجات پرستی رو دوست ندارم. خودتون خوب ببینید و گوش کنید ببین چیا میگه. گم شو من فارسی هم زیاد بات خوب نوب نیست، سگ. ولی بازم میخوام من میگم باش برم که رو. معذرت میخوام بابت اینکه شاید تلفظاتم زیاد خوب نباشه. به بزرگی خودتون ببخشید. بریم بازی رو ببینیم و تو آخه در ببینیم سطح منی به چیا من میگه. چالش میدی نوب. بات سگ. این ویدیو فقط این نوع هستم که بذارم که برو طرف بات انقدر سگ. فشاری شد و انقدر کم آورد که دیگه نمیتونست چیزی Watch بگه، out. فقط فوش میداد. Okay. نوب سگ. بات. سلام بزن زیرش بده. یا بات سگ کمپر.
Attack the mark. Attack the mark. بزنش یه تیره. Killing spree for the افغانی یعنی به سگ رفیقت بگو نزنه. با یه تیر زد تو هدش سنم الان لف میدی. reloading. Attack the mark. برو لبه خارت گرده مادر جانه چه گامی خوری. ناموس. Cover me. Reloading. ناموس ناموس. دلغک. به نازمت سنم بزن بره. Attack the mark. یا کمپه این ناموس. با چاله اینجوری کردی که الان دهنتون میگم. Cover me. پسر بابا لف بده. Attack the mark. لف بده پسر بابا. Attack the mark. لف بده. لف بده. برای کیرت کس ناموست بخوره. بسه. لابی لف بده جات نیست بدو. Reloading. سنم میخواستم فیستش کنم. حروم زدیم. برو گم شلا. Attack the mark. Attack the mark. این ناموس های لابی افغانی. خار کسه لف بده باختیش بدو. Attack the mark. رئیس افغانی. کس ننت بر لابی. کس ننت کس ننت مادرت گایدم خودت گایدم برای کیرت کس ناموست برو گم شو بابا، نیم مادر سگ. جنده برو با لابی تا یه لف Reloading. Cover me. میخوای نیدش کنم فشار بخوره. تو خیلی باتی کس ننت. سگای افغانی ریختن تو بازی. سگای افغانی برم بمیرن. چیکار کنیم الان فور بریم نه. صاحب داریم بخورش بازی نیم مادر سگ. جنده برو لابی کس ننت. یه دقیقه مونده کیل نده بهش. یه دقیقه مونده.
تو رو در حد خودم نمیبینمت پسر بابا. با من توی راحت سگ نمی‌تونم. افغانی نوب سگ. سوال عجب پشت بلایی کس مادرت. کس لعنت کس لعنت. چندش بخورش مادر تو. دارم برو جلوش گامازی رو میکنم. The blue team leads with 30 seconds left. The رومو blue کی team خورده is in the lead. رومو کی خورده من اوه اوه. اوه بخورش مادر زنده. بخورش مادر زنده باتی. دست برو دست برو دست برو یه دست علیسا. برو. باختش خوردش خاکسترش. وای زادا و حروم وقتی که زادا یه مشکل دلغک. شده بود حروم افغان زادا دوستمون داری اومده امپور گوش بزن منو تک به بیار تک آخر. رفیقای فقط نوب فقط سگ بلد که من این بیناموس کم هم هم گوشی بزنی نیار. هست فقط بلد که من بچه کم ها بزنی اگه خاک آره تونستید بسته کی فقط ویدیو معلومه بلد که من داشت خوشتون دمج کم میداد. بزنی اومد بزنید افغانی که گوش بده اول من برو که شناسنامه رو هول بگیر. کاری بیشتر اول نکنم برو و بشو نجات شناسنامه رو پرستی بگیر. میکنم همیشه داری بیا امپور. اذیت ببره اینم ببین آیدیش بود ببین که رومن گذاشته فرمی نوب هست بودم سگ رومن خیلی بدبخت فرمی هم هست که تیز و باش دمج سریع باش میدی. زدم ما داری نمیتونیم تک به سنم تک سنم باش نمیای نمیری سنم سری باش فقط بچه سنم ها اسمش رومن فرمی تک اینجوری به هست هم تک اگه رومن کسی فرمی هست واقعا بود. خوشتون آره رومن اومد میام فرمی هست کسی جز خود بابام بیناموس گفته تو با مچ نوبارم لایک نبینم. نرو کنید بود کامنت لبی کنید و نوب نظراتتون سگ رو بات دیکلا بگید کمپر که بدن گفته نوب با سگ باتارم بات نرو من ببینم افغانی واقعا فشاری مقصر کی بود افغانی ایزیت کثیف گرفتم نه آره فقط من کسی آره متاسفم برو ببین کیرت بیناموس بلا متاسفم خود برو دلغک لابی برو بیناموس لابی بیناموس سیک کن دلغک سیکتیر مایک کن خودم ببین رو باز ناموسا که افغانی نکنید نداریم سیکتیر حرومزاده یعنی کن از جات نیست ریکورد اصلا اصلا از فراموش بابا از کرده باتات بودم بودنت گرم مایکم معلومه رو نمیزنی باز کنم معلومه با ولی خب چقدر باتار رو راستش کثیفی بگم نمیزنی کریزی واقعا نجات پرستی معلومه نکنید باته معلومه کی باته ببین داری 8 نفرش کن داری 8 نفرش کن داری 8 نفرش کن کیرم تا 8 نفرش کن کیرم تا بالاخره بیناموسای کیرم دلغک تا بالاخره آره ببین بات ببین سگی شیرخوار تا کیرخوار تا افغانی تش گاییدم افغانی تش افغانی شیرخوار تا میدونی کیرخوار تش تا افغانی گاییدم افغانی تش شیرخوار تا تش کیرخوار تا افغانی گاییدم خر بدبخت کسته بیا تش بالاخره افغانی کیرم تو اسکت ناموست افغانی فشار زده نخور یه فشار افغانی زده نخور دیگه فشار فشار نخور بخور آقا فشار بخور تو فرض کن فقط یه افغانی نوب سگی تو فقط اینو فرض افغانی زده گوه نخور وای چه آبرو تو بردی وای بود لابی خاک تو برو جات سرتون خاک تو نیست سرتون که افغانید خاک تو سرتون تش افغانید فشار بخور از کیرخواه بچه افغانی واقعا نخور نجات پرستی بیش از حد شد من متاسفم براش و دوستان اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت بذارید دمتون گرم خدا حافظتون